سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز یه داستان جدید داریم. یه روزی یه خانواده‌ای میخواستن با بچه هاشون برن بیرون گردش کنن. قبل از اینکه برن بیرون به بچه هاشون گفتن که بچه هاش شما چون کوچیک هستید حتما باید در کنار ما باشید. حواستون باشه یه موقع دست ما رو ول نکنید، یه موقع بازی گوشی نکنید و از ما دور بشید. حتما باید در کنار ما باشید. اما یکی از بچه هاشون به حرفشون گوش نداد و اومد بیرون از جایی که خانواده‌اش بودن و تنهایی رفت که بیرون بگرده. دوستاش ماجراجویی کنه، ببینه که چه خبره. همینجوری که داشت میگشت یه دفعه متوجه شد که خیلی از خانواده‌اش دور شده و دیگه تنها شده. خیلی نگران شد، همین که به حرف خانواده‌اش گوش نداده بود و از این موضوع خیلی ناراحت بود و همین که در واقع دیگه تشنش شده بود، گشنش شده بود، دیگه نمیدونست چیکار کنه. همینجوری غمگین که داشت میرفت یه دفعه خرگوش کوچولوی ما اومد پیشش. خرگوش کوچولومون خیلی بازیگوشه، اومد پیشش و پیداش کرد. بهش گفت چه اتفاقی افتاده؟ گفت که من به حرف خانوادم گوش ندادم و الان تنهام، خیلی هم تشنه و گشنم. خرگوش کوچولو بهش پیشنهادی داد، گفت من میتونم کمکت کنم که یه چیزی بخوری، اما باید به من قول بدی که دیگه از خانوادت فاصله نگیری، خانوادت هم برات پیدا میکنم. این شد که اون بچه حرفشو گوش شد و گفت باشه، فقط یه چیزی به من بده من بخورم که خیلی گشنمه. خرگوش کوچولو اومد براش یه هندونه کشید و اون هندونه رو داد که اون بخوره تا تشنگیش برطرف بشه. چجوری هندونه رو کشید؟ یه جایی بود که مثل سطح زمین صاف بود و اومد این خط رو در نظر گرفت، مدادش رو گرفت اینجا، یعنی دقیقاً سر خط گرفتش و یه هندونه نصفه براش درست کرد به این شکل و دوباره این خط رو همینجا چسبون. دوباره بکشیم ببینیم چجوری کشیم. مدادش رو گذاشت اینجا روی خط و به حالت گرد، چون هندونه گرده دیگه، براش یه هندونه نصفه کشید و دوباره وقتی هندونه رو کامل کرد دقیقا خطش آورد سر خط. به این صورت دیگه خرگوش کوچولو رفت و خانواده این کوچولوی ما رو پیدا کرد و دیگه اونم از این به بعد قول داد که از خانوادهش فاصله نگیره. اما این هندونه‌ای که کشید خیلی شبیه لوحه‌ای که ما میخوایم امروز درس بدیم. ما اگه این هندونه‌ها رو اینجا به عنوان خط زمینه در نظر بگیریم، خط بعدی رو حساب نمی‌کنیم، میریم سراغ خط بعدیش که میشه خط زمینمون. مثل خرگوش کوچولو مداد رو دقیقاً میگیریم سر خط به این صورت، یه نیم دایره به این صورت میکشیم و وقتی مدادمون دوباره رسید به خط دستمون رو برمیداریم. دوباره مدادمون سر خط، یه نیم دایره میکشیم، میایم مدادمون که رسید به خط دوباره دستمون رو برمیداریم. حواسمون باشه که اینو به شکل نیم دایره در بیاریم، اینجوری نباید در بیاریم، اینا غلطه، یا اینکه مدادمون نباید بالا یا پایین بره. دقیقاً مداد سر خط، یه نیم دایره، دوباره مداد رو میرسونیم به همین قسمت. الان شما مثل تمرینات قبل 5 تا تو دفترتون بکشین و برام بنویسین که چند تاشو درست نوشتین. مرسی بچه ها، خسته نباشید.